به خاطر آموزگاری فدایی عمرنیسا گل‌احمدشویوه. در قلب کوهستان نوربار بدخشان، در دیاری که کوه‌ها معنای استواری و آسمان علامت امیدند، زن فدایی زندگی کرده است که نه تنها درس بیولوژی بلکه درس زندگی، آموزش محبت به انسان، طبیعت و علم و دانش را در ذهن و شعور هر یک انسان می آموزند. او آموزگار نبود بلکه یک مکتب بزرگ بود، مکتب محبت، دبستان مسئولیت و خلاص مکان معرفت. او کسی نیست جز عمرنیسا گل‌احمدشویوه، زن سربلند معارف پرور که با قلب پر از مهر و امید و با روح استوار و ناتکرار صدها شاگردان را روانه راه زندگی مستقل نموده و به هر یک شخص الهام انسان بودن و انسان ماندن را بخشیده است. عمرنیسا سال 1950 در شهر زیبامنظره خاروخ در عائله ضیاییان اصیل به دنیا آمده است. از آوان کودکی محبت به کتاب، دوستی با دانش و محیط معارف پرورانه خانوادگی او را از همسالانش فرق می کرد. پدر و مادر باسواد و پرمهرش او را به راه دانش تلقین کردند و از همین محیط در تحکیم اساسهای معنوی زندگی او نقش کلیدی گذاشت. کسب آموزگاری این کسب پرشرف است. نه همه می توانند در این ساحه فعالیت عیود و فعالیت نمایند، چون این تعلیم است و این تربیه است. معلمه عمرنیسا گل‌احمدشویوه که وی را نمی شناسد، وی چهره شناخته در ساحه معارف نه تنها شهر خاروخ، ولایت و اگر گویم که در جمهوری، چون وی بهترین و بهترین آموزگار بودند. در مؤسسه های با نفوذ شهر خاروخ، اما زمانی که زمان شوروی بودند و بعد از اون دوران صاحب استقلال کشور، معلمه تمام بود و وجود خود رو به کسب آموزگاری بخشیدند. من در شهر خاروخ تولد شدم. پدر و مادرم ضیایی بودند. مکتب میونه رو در وزرنگی لیسه بر روی خوانندگان بالای اوقات حاضر است و پیش وقت مکتب کیروف بود. من همینجا خوندم. در تربیت پدر و مادرم بسیار سختگیر بودند، اما کار خونه رو ما اجرا میکردیم و با بیگاهی اومده پیش پدر و مادر اونو نظارت میکردن کنی ما میخونیم در رو تیار میکنیم یا نه. همه خیلی ما عادت کردیم، هم به خوجگی یاردم میکردیم و هم خودمونم در رو خیلی خوب تیار میکردیم. پدر و مادرم بسیار نظارت میکردن، بیگاهی باز می اومدن کنی شما چکار کردید، از نظر میگذروندن، روزنامه خور و رفته درس میموندن. همه خیلی من مکتب میونه رو تمام کردم، بسیار موفقیت ها بود، با بخوی اعلی تمام کردن. حتی در جمهوری در المپیاد خیمیکون من اشتراک نمودم و سزاوار مدال طلا گشتم در همون زمانی که من مکتب خون بودم. انا بعد تمام کردن مکتب میونه من خواستم که بیولوژ خیمیک شوم و همین خیلی من رفته انستیتوت پداگوژی به نام شفچنکو اون وقت بود، حاضر به نام صدرالدین عینی، دانشگاه به نام صدرالدین عینی. به اونجا داخل شدم و 5 سال تحصیل من در همین انستیتوت، در همین دانشگاه من تحصیل نمودم و اون رو با موفقیت ختم نمودم. پس از ختم مکتب میانه با حس بلند مسئولیت و آرمان آموزگاری، عمرنیسا تحصیل را در فاکولته بیولوژی انستیتوت پداگوژی تاجیکستان که حالا همچون دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی به تربیت هزاران دانشجویان مشغول است آغاز کردند. فعالیت مهنتی معلمه ارجمند از سال 1972 در مکتب میانه رقم 9 به نام اقرزابک علی نظرفی شهر خاروخ شروع گردیده است. در این بارگاه معرفت آموزگاری جوان بین طالب علمان کنجکاو و معلمان سابقه دار یک روشنایی نو وارد نمود.
عمرنیسا با چهره گوارا و سخن نرم اما استوار. این بانوی صاحب ذوق و متخصص ساحه علم‌های طبیعی آمد تا نسل نو را با زیبایی علم، با ذوق تحقیق و با محبت آموزش آشنا کند. وقتی که در اطراف آموزگار گپ میزنیم من خیلی خرسند میشوم. از اون جمله یکی از آموزگارانی که این عمرنیسا غلامتشویوا است، من با همین آموزگار چون که از دوره که وی علاقه معلم جوان بود در مکتب میونه انواز بنام یکی از اولین یک پایه‌گذاران معارف یعنی اقرضابک علی نظرف نامگذاری شده است. در همین مکتب قریب 20 سال همین آموزگار از آموزگار جوان عمرنیسا غلامتشویوا همچون معلمه بیولوژیا یعنی با عهده داشت همین فن به تعلیم و تربیه در همین مکتب شغل کرد. یکی از آموزگاران جوان بود که تجربه همین معلمه یعنی همچون آموزگار جوان در همین مکتب از طرف کابینت متدی شعبه معارف شهر خاروق، اون دوره کابینت متدی یکی از معلمان پرقوت، معلم خیمیا، معلم بیولوژیا یعنی سفرعلی بیک مراتوف نام داشت وی با عهده داشت و در همین دوره وی در همون کابینتی که من وی همچون دو مدیر شعبه در کابینت کار کردیم، انا یک گوییم که گوشه‌ای که از تجربه همین آموزگار عمرنیسا یعنی غلامتشویوا یعنی در تعلیم و تربیه یعنی فن بیولوژیا یعنی یک گوشه تشکیل کردن، یعنی در همون گوشه تمام موادایی که از خود درس معلمه سر کرده همچون روبر صنف همچون کار با معلمان آموزگاران جوان انا تهیه کردید. من اینا درک دارم. بعدی با آخر رسوندن انستیتوت پداگوژی من به وطن برگشتم و در مکتب میونه نمره 9 به حیث معلم بیولوژی و خیمیا کم بود ساعتو برای من نرسید، لیکن بیولوژی رو انتخاب کرده. من در همین ساحه رسو 43-44 سال من کار کرده ایستودم. بعد این سال 20 سال در مکتب میونه نمره 9 من کار کردم. بعد این بود از بس که شرایط وزنی بود سال 92 من نزدیکتر به شهر اومدم، پیش خونم همینجا مکتب میونه نمره 2 به کار در اومدم و در اونجا تو آخری به نفقه بر اومدن کار کردم. یکی از خصلت‌های خوب عمرنیسا در آن است که او کودک را دوست می داشت. یعنی او آموزگاری که کودک را دوست دارد او البته دائما با کودک مناسبت کردن می تواند، کودک را تربیت کردن می تواند، کودک را آموزاندن می تواند و عمرنیسا یکی از چنین شخصان بود. در طول بیش از 40 سال فعالیت آموزگاری عمرنیسا غلامتشویوا با هزارها خواننده روبرو شد، اما هر یک شاگرد را علاهیده می شناخت، احساس می کرد و به هر یکی آنها چون فرزند خود معامله و مناسبت و نگاه می کرد. تجربه های درسی، لحظه های عجیب آزمایشگاه، چشم های پر از حرکت و کنجکاوی شاگردان، این همه برایش بیشتر از یک وظیفه بودند. این زندگی او بود. با مرور زمان معلمه ارجمند همچون آموزگاری با آبرو، شخصیت کاردان و تشبسکار شناخته شد. این بود که سالهای زیاد راهبری صنف، تشبسکار چاره‌بینی‌های تربیوی و راهنما به استادان جوان گردیده بود. تجربه آموزگاری این بانوی صاحب احترام چنان مفید و مؤثر بود که در تمام ولایت و حتی در جمهوری پند گردیده بود. اصولهای تعلیمی او شاگردان را از آستانه مکتب به آستانه دانشگاه و زندگی مستقل گسیل می کرد. غلامتشویوا عمرنیسا آموزگاری که اگر پرسند کیستی، اگر پرسند هر نفس، هر قطره خون، هر طور موی معلمه عزیز این آموزگار هستند. نهایت شخص خاکسار و دانشمند در ساحه خود بودند، چون معلمه در ساحه فن دقیق بیولوژیا، زئولوژیا، بotانیکا،
درس دادند. بهترین آموزگار بودند. قریب 20 سال فعالیت خود رو وی در مؤسسه تعلیمی رقم 9 یعنی در محله چخت خوروخ فعالیت کردند. معلمه عمرنسو از مؤسسه تعلیمی رقم 9 به مؤسسه تعلیمی رقم 2 آمدند. در همه کارهایی که همون آموزگارانی که به معلمه کار کردند فعالیت کردند و ها دویم در باره وی گپ می زدند که بهترین آموزگار بودند و همون زمان هزاران صدها و صدها شاگردان هم کسب آموزگاری فن بیولوژی رو انتخاب کردند. محض برای اونی که معلمه عمرنسو برای آنها درس دادند و هم کسب پرشرف دکتری رو صاحب شدند. همون زمان کسب آموزگار و طبیبی این پرشرف ترین بودند چون اینها دویم در طلبات با از خود کردن و انتخاب نمودن این کسب زیاد بودند. معلمه عمرنسو نه اینکه نمونه عبرت برای تمام آموزگاران جوان و عموما کارمندان ساحه معارف بودند. وی اینچنین بهترین فرزندان رو تربیت نمودند با امر تقدیر، یعنی وی برای فرزندان خود هم رسالت مادری و هم رسالت پدری رو ادا نمودند و وی توانستند که موقع شایسته رو هم در خانه صاحب شود و هم صاحب احترام گردیدند در ساحه معارف. همون زمان سالهای 1992 الکی و پیش از اینم با تشبس معلمه در نزد مکتب گرمخانه تأسیس داده شدند و خوانندگان در درس عملی می رفتند یا بعد درس می رفتند در همونجا کبوتی، گشنیز، پیوز و اون رو پرورش نموده. این یکی از مؤسسه های زمانوی بودند و در همون آشخانه وی رو استفاده می کردند. یعنی وی توانست نظریه رو با عملیه، یعنی امروز این رو از ما در زمان صاحب استقلال کشورمون ساحه معارف از ما طلب می نمود که درس‌های زمانوی، یعنی نه تنها همون در صنفخانه در اومده درس‌های دلگیر کننده گذرانند، بلکه کودک نیاز دارد که برای وی عملیه رو نشون دهیم. در دوام کور بسیار موفقیت‌ها بودند. البته کور بیکم بوده هم نمی شود، لیکن موفقیت هم بسیار بود، چون که در این دوره بسیار شاگردان رو من وی کردم به اونو کور کردم، به اونها در سوای فن بیولوژی به اونها تجربه خوی گوناگون گذراندیم. اونها در المپیاد ها اشتراک کردند و سزاوار جایهای گوناگون بلند گردیدند. یکی از همین طالبه های من حتی در المپیاد بین المللی سزاوار مدال نقره گردید و از اونجا من به دیپلم فرستادم که برای تربیت چنین دخترک طالبه به شما رحمت کلام به زبان انگلیسی از خارجه به من دیپلم فرستادن. بسیار شاگردان در سوای فن طب اونها حاضر دکتر هستند، در جمهوری کار کرده ایستادن، حتی بیرون از خارج و دوشنبه هم کار کرده ایستادن و من خیلی هم فخر میکنم که چنین شاگردان خوب دارم و هر گویی که هم دیگر رو میبینیم، البته چون معلمه و من چون اونها قطعی هم صحبت میشوم، از اول اونو دویم پرسو میشوم. در وقت در مکتب رقم 9 کار کردنم از انستیتوت معلمان اومدن که تجربه پیش قدم رو ما باید در جمهوری پهن کنیم و در سوی من به در اومدن. بسیار معلمو از تمام ولایت اومدن در سوی من به در اومدن و هر روز امین از انستیتوت معلمو اومده در سو رو از نظر میگذروندن و میخواستن که به خود من گفتم که نه، من هنوز جوان، من به همین خیلی و در کار نیست، من کار کنم تو وقتی کار کنم که باز دانش خوبتر رو به دست درارم. یک خصلت خوب عمرنسو در آن بود که وقتی که من به صنف می‌دروم، من خود را نه چون معلمه حس میکنم، من خود را پیش از همه همچون مادر حس میکنم و در این از یک خصلت نجیب عمرنسو گناه مچوی و که او نسبت شاگردان خود همچون مادر نسبت به فرزندان مناسبت میکرد. او دائم میگفت که
هر یک آموزگاری که نخواند او تعلیم دادن نمیتواند. یعنی آموزگار باید پیش از همه خودش بخواند، بعد به شاگردان خود بیاموزاند. مقام و رسالت آموزگار را در جامعه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه با صمیمیت بلند و احترام خاص ارزیابی می نمایند. به گفته پیشوای ملت، آموزگار نفری است که نه تنها سبق دانش بلکه درس آدمیت می دهد. او تربیتگر نسل‌ها و بنیادگر جامعه سالم است. همیشه در همه ملاقات و پیام‌های خویش پیشوای ملت به مسئله رشد معارف، بلند برداشتن مقام آموزگار و تکمیل شرایط کاری آنها توجه خاصه ظاهر نموده تاکید می‌دارد که به آموزگار با فرهنگ و دانشمند جامعه پیش نمی رود و دولت به معارف پیشرفته استوار نمی ماند. محض با این روحیه سازنده و سیاست خردمندانه در دوران صاحب استقلالی کشور آبروی آموزگار افزوده، قدر و قیمت این کسب چون ستون معنوی دولت احیا گردید. در زمان وزارت تکنولوژی خیلی خوب ترقی کرده است. باید طلبه از تکنولوژی وزارت استفاده برند، اما امون علموی دقیق و علموی زمانوی رو اوزر باید از خود نمایند، چون که این یک مسئله از همه مهمترین است که در زمان وزارت پیشوای ملت اون رو میگوید. خصوصا به علموی دقیق که تو سال 2040 باید علم رو آموزیم. علموی دقیق به زیادتر مو دقت دهیم، چون که اینو علموی از همه پیشرفته می باشند. البته پیشوای ملت به این خیلی هم دقت کلان داده ایستاده است و ما هم سعی کوشش میکنیم که تربیت نسل نو باید از همین چیزا باید سر کنیم. باید قید نمود که طبق تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، سالهای 2020-2040 در سراسر مملکت همچون 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سایر موارد اعلان گردیدند. نقش آموزگار فدایی عمرنسا گل احمدشایوا در اجرای این هدف ارزنده بهاگذاری کرده شد. بانوی با عفت کوهستانی عمرنسا گل احمدشایوا یکی از آن شخصیت هاست که هنوز پیش از اعلان رسمی 20 ساله در درس‌های خود راه آموزش علم را جاری می‌کرد. او با راه اندازی محفل‌های علمی، استفاده آزمایشگاه و تشویق تحقیق طبیعت و شاگردان محبت به علم می‌داد. امروز شاگردان معلمه ارجمند که در ساحه‌های طب، مهندسی، آموزگاری و علم کار می‌کنند، شاهد به واسطه آنند که رسالت آموزگار تنها تعلیم نیست، بلکه هماهنگ با سیاست دولتی، تربیت متخصص وطن پرور و زمانوی می باشد. به پیشوای معظم ملت رحمت کلان که در حق موارد بسیار غمخوری می کند. پیش وقت همی خیلی نبود. البته لابراتوری او در مکتب بودن لیکن تجهیزات نداشتن. اوزر همه شرایط برای مهیا، فقط معلم باید کار کند و با طلبه دلسوزانه رفتار کند و چقدری که زیادتر کار کند اما قدر دیگر و دانش خوب میگیرد. اوزر چقدر لابراتوری، من در مکتب رقم 2 من معلمه بودم، اوزر لابراتوری خورو ساخته ایستادن. پیش وقت همی خیلی نبود. اوزر لابراتوری مخصوص برای همه فن اونجا است. من خیلی خرسند شدم در روز رفتن دیدم. البته این یک کار خوب است. پیشوای ملت بسیار دقت کلان می‌دهد به سوی موارد، چون که موارد این کلید همه دانشجو است. بعد از همین شناسایی با معلمه به خلاصه اومدم که عادتاً آدمان دانشمند نهایت و نهایت خاکسار هستند و امروز هم معلمه حیات خاکسارانه رو میبرد و دولت پیری رو در حلقه فرزندان و نبیره‌های خود رو، یعنی دولت پیری رو میبرد. امروز هم مصلحت میدهد. در بعضی چهره‌بینی و معلمه رو میبینیم. باید قید کنم که آموزگار هیچ وقت باید از پی پرده نشود.
فعالیت آموزگاری برای عمرنیسا گل‌احمدشایوا تنها یک وظیفه یا شغل نبود. این راه زندگی او بود، راه خدمت به ملت، خدمت به انسانیت. او بیش از 40 سال در صحنه معرفت استوار ماند. شادی و رنج تربیت ده‌ها نسل را بر دوش کشید و با مهر و الهام کسب مقدس آموزگاری را به زینه احترام و اعتماد رساند. در دوام 20 سال فعالیت در مکتب رقم 9 و من بعد در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 به نام دولت علی شابدالوف، عمرنیسا گل‌احمدشایوا تجربه پرقیمت پداگوژی اندوخته آن را با دیگر آموزگاران جوان و حتی متخصصان بیرون از ولایت به طور استادانه انتقال می‌داد. او نه تنها معلم بلکه معمار روح بود. هر یک خواننده را چون فرزند خویش می‌دید و کوشش می‌کرد در وجود آنها آرمان و جوانمردی پرورد. او هرگز تنها علم نمی‌داد، وی اخلاق می‌داد، حس وطن دوستی می‌داد، آداب مهربانی را می‌آموزاند. عمرنیسا با قلم صادق و قلب صاف تاریخ معرفت کوهستان را نوشت و امروز نسل‌هایی که با دست او در آستانه علم و اخلاق آماده شدند چون طبیب و مهندس، آموزگار، حقوق شناس و متخصص دیگر در جامعه خدمت می‌کنند. شهادت زنده رسالت بزرگ او میباشد. وقت بهور می‌رفتیم در بوق، من اینجا به درختای بسیار است نشو می‌دادیم یا اینکه در سبزوات میشنوندیم. من طلبه او به نشو می‌دادم. همه این البته تجربه بود که طلبه او اون رو دوست داشتند. فن بیولوژی رو بسیار دوست می‌داشتند. بنابراین این البته یک چیزی است، چون که بی تجربه عملیه هیچ وقت دانش طلبه او پیش نمی رود. این البته درست است. تو طلبه با چشم خود همون چیز نبیند و البته دانش به دست در آوردن نمیتواند. بنابراین من حرکت میکردم که طلبه او باید این چیز رو از عملیه گیرند، اون رو فهمند و همین خیل در سوی ما پیش می رفتند و در سوی من رو انتظار می شدند، دوست می داشتند طلبه او راسته گپ، چون که عملیه قطعی و بس کرده اونو رو می گذروند. پرینسیپ کوری من همه خیل است. من سختگیر بودم. ممکن برای هم سختگیری هم من دوست ندارن یا دوست میدارن نمیدونم، لیکن عذر طلبه ها از او رحمت میگم. من در سوی شما عذرم در گوش شما، اما میکروسکوپ عشق ما فراموش نمیکنیم. در فضای صلح ثبات تاجیکستان صاحب استقلال که تحت راهنمایی خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با قدم‌های استوار به سوی معرفت و ترقیات پیش می رود. نقش آموزگار همچون تربیتگیر نسل سازنده بیش از هر وقت بلند قدر می گردد. من نظرمانوف ملک یکی از هزارها شاگرد آموزگار صادق و فدای ساحه معارف عمرنیسا گل‌احمدشایوا با افتخار بزرگ و احترام به اندازه سخن می گویم. ما از در روشنایی سیاست فرهنگ سالار و معرفت پرور رهبر دولت ما امکان رشد، تحصیل و خدمت به وطن را دریافتیم و ما از آموزگاران چون استاد محترم عمرنیسا بودند که با زحمت به انتها و مسئولیت شهروندی بلند این آرمانها را به دل ما جای کردند. معلمای ارجمند ما را نه تنها تعلیم دادند بلکه ما را وطن دوست کردند. به ما روح خودشناسی و مسئولیت دادند. در مکتب شخصیت این بانوی معرفت در قلب نسل‌ها محبت به علم و وطن را استوار ساخت. امروز که در صف متخصصان ساحه تندرستی به مردم خدمت میکنم، ما تمام هستی احساس میکنیم هر قدم من از تعلیم و تربیت معلمای معتبر سرچشمه گرفته است. اگر ما امروز سزاوار اعتماد دولت و ملتیم، آن به طفیل زحمت آموزگاران است که رسالت خود را همیشه همچون یک بخش مقدس دولت سازی می دانند. مهنت پرثمر، سهم بی اندازه در رشد معارف و تربیت نسل نو با مکافات و عنوانها ارزنده قدردانی گردید. سال 1984 این معلمه بسا ارجمند
با مدال اعلاچی معرف جمهوری تاجیکستان مکافاتانیده شد که نشانه اعتراف رسمی ملکه، دانش بلند متدی و زحمت شبانه روزی او می باشد. سال 2008 با مدال خدمت شایسته از دست مبارک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سزاوار دانسته شد. افتخاری که نه تنها آموزگاران خردمند و صاحب مکتب نصیبشان می گردد. اینچنین فعالیت بسیار ساله معلمه با صدها افتخارنامه، سپاسنامه و تحفه‌های معنوی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، ریاست معارف ولایت بختار کوهستان بدخشان، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت و شهر مکافاتانیده شده است. اما بیش از هر مکافات محبت مردم، احترام همکاران و دعای شاگردان است. فرزندان من دو نفرند، دختر و پسر. پسرم حقوق شناس وی کسب بیش رو گرفته است. مادرم سعودیه بودن، بنابراین وی بسیار میخواست که من باید کسب وی رو گیرم، لیکن من آموزگاری رو دوست داشتم و گفتم که نه اوچه من باید آموزگار شوم. لیکن پسر من کسب بیش رو گرفت و در این سوی اوزل کار کرده است. نوابسته از سن و سال زیاده از 70 عمرنیسا گل‌احمدشاه و با تجربه غنی اندوخته خود نه تنها در سوی معارف بلکه در پیشبرد خواجگی قشلاق نیز موقع شایسته دارد و همچون سابقه دار مهنت نمونه عبرت برای نسل جوان محسوب می‌یابد. با استفاده مقصدناک پارچه زمین نزد حولگی خود که در اختیارش قرار دارد، او با مهنت حلال نمودهای گوناگون محصولات کشاورزی را کشت و پرورش می نماید. در حالی که امروز در جمهوری دهها گکتار زمین‌های دامن فراخ موجودند که هنوز پوره استفاده نمی شوند. گل‌احمدشاه و با تکیه به هدایت و دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زمین نزد حولگی خود را پوره به منفعت روزگار استفاده می نماید. مخصوصاً افتخار بخش است که در همین سن و سال نیز دست از مهنت نمی کشد و ثمره آن را با روحیه بالیده و قناعتمندی چشیده ایستاده است. این زحمت صادقانه به آن آورده می رساند که دسترخوان خانوادگی معلمه در تمام فصل سال غنی و پربار باشد. برای شما من فقط سلامتی عمر پربرکت و تمام خوشی‌های زندگی رو تمنا دارم. امروز هم هرچند دنیای لیاقتگرا است، دنیای نوگونه های تکنیک هستند، لیکن آموزگار رو یگون چیزی عوض کرده نمیتواند. نه کامپیوتر، نه پلانشیت، نه کتاب خوب درسی و نه یگون متدیکا یا راهنمای دیگر سوی معارف. شما آدم این بزرگترین و باور کنید شما انسان معلمه صاحب احترام است و ما کوشش میکنیم امروز هم با تعلیم و نصیحت های و پندهای شما نیاز داریم. توصیه من به آموزگاران جوان همین است که باید نسبت به درس خودشون اول سخیر باشند. باید درس رو چنان خوانند و طلبه رو همه خیلی وی کردن در کار است که اونو باید خوب خوانند. اونو باید نسبت به درس خود نقص تیاری بینند. معلم باید در روز طلبات یگونه داشته باشد. بی طلبه هیچگاه پیش رفته نمیتواند. امروز پرسیم اگر پگو بو نپرسی طلبه امروز معلم پرسید پگه نمیپرسد. این خیلی کردن در کار نیست. به هر حالی که نباشد طلبه رو باید پرسیدن در کار است. دانش وی رو سنجیدن در کار است. اون لیاقتی که من داشتم و هنوزم دارم کم برای همه طلبه ها باشد، خوانندگان باشد، به یاردم من به پیش من بیایم من یاردم شو میکنم. البته من دست یاری دراز میکنم و بگذار جوانان همین یاری من رو هم دونند و بیاین. هنوز که دارم
یوردم کردم میتوانم. میخواستم امروز با نسل جوانی که ساحه معارف قدم گذاشتند، کسب آموزگاری را انتخاب نمودند، آنها باید از چنین آموزگاران عبرت گیرند، یعنی از فعالیت آنها عبرت گیرند و در فعالیت کاری خود آن را تطبیق نمایند. ریاست معارف و همکسبان او را همچون شخصیت بی‌نظیر و تاثیرگذار می‌شناسند. آموزگار بیولوژی بود، اما به شاگردانش درس زندگی میداد، نه با زبان بلکه با رفتار، نه با سرلوحه، با عمل و مهر. حتی امروز که دیگر در مکتب درس نمی‌دهد، شاگردان او را جستجو می‌کنند، به دیدارش می‌روند، مصلحت می‌پرسند و با محبت استاد دلها می‌گویند. امروز هر یک شاگرد با افتخار و از احترام از زحمت‌های پرارزش استاد عمرنیسا گل‌احمدشاه و یادآور شده، سهم فرزندانه او را در رشد معرفت و تربیت نسل‌های سازنده ذکر می‌کند. هر یکی آنها با افتخار می‌گویند شما برای ما نه تنها آموزگار بودید، بلکه شمع روشن زندگی، راهنمای دل و چراغ معرفت. با مهر و علم خود به هر یکی ما امید دادید، راه راست را نشان دادید و به زندگی ما معوا بخشیدید. هرچند امروز از درس صنفخانه کنار رفتید، نام شما همان و روشن باقی مانده است در خاطر، در قلب و در روی هر شاگردی که از شما سبق گرفت. تشکر برای مهر و دلسوزی، برای درس‌های پر از معنا و مصلحت‌های پرمحبت. اگر زحمت شما نمی بود، شاید ما هیچگاه راه علم و دانش و خدمت صاف دلانه به خلق را نمی پیمودیم. امروز هر قدمی که ما به پیش می گذاریم و هر خدمتی که به جامعه پیشکش می کنیم، نتیجه مهنت بردوام شما است. ما افتخار می کنیم که شما استاد ما بودید و هر لحظه با دعای نیک یاد می کنیم. زندگی نامه عمرنیسا گل‌احمدشاه ثابت می کند که کسب آموزگاری نه تنها نان بلکه نام است، نه تنها کار روزگار بلکه رسالت حیات است. او نمونه عالی شخصی است که با یک تخصص آموزگاری ملت را تربیت می کند، جامعه را روشنی می بخشد و به زندگی هر یک انسان معنی می بخشد. عمر شما دراز باد، آموزگار فدایی میهن. شما نه تنها آموزگار بودید، شما درس دوستداری به علم، درس انسان پروری، درس حیات بودید. هزاران شاگرد را آموزاندید که به وطن با قلب خدمت کردن لازم است. به انسان با محبت مناسبت کردن شجاعت است. به شاگرد با تمام هستی صداقت داشتن هنر است. تا حیات باقی است، شما همیشه باقی خواهید ماند.